افراد مبتلا به خودشیفتگی ناسالم معمولاً زمانی به درمان مراجعه میکنن که تعادل بیرونی زندگیشون به هم میریزه، مثل شکست شغلی، سقوط مالی یا پایان یک رابطه مهم. اتفاقاتی که تصویر قوی، موفق و کنترلگر رو تهدید میکنه. تو این لحظه ها نقاب برتری ترک میخوره و فرد با احساساتی روبرو میشه که همیشه از اونها فرار میکرده، یعنی احساس بی‌کفایتی و بی‌ارزشی. گاهی مشکلات همراه مثل افسردگی، اضطراب، حمله‌های خشم یا مصرف مواد شدت میگیره، جایی که دیگه هیچ کدوم از دفاع‌های روانی قبلی کار نمیکنه و فرد برای حفظ کارکرد روزمره‌اش مجبور میشه که کمک بگیره. گاهی وقتا هم فشار بیرونی نقطه شروعه، شریک زندگی که تهدید به جدایی میکنه، خانواده‌ای که ادامه رو تحمل نمیکنه یا کارفرمایی که تو محل کار هشدار جدی میده. این فشارها میتونه فرد رو به سمت درمان هل بده، حتی اگه هنوز آمادگی کامل نداشته باشه. اما مهمترین لحظه زمانیه که فرد خودشیفته از درون خسته میشه، از پوچی، از نوسان بین غرور و سقوط، از تنهایی عاطفی و از اینکه هیچ رابطه‌ای براش پایدار نمیمونه. تو این مرحله فرد برای اولین بار متوجه میشه مشکل فقط دیگران نیستن، بلکه ساختار درونی خودش نیاز به ترمیم داره. همین نقطه شکست اتفاق است که مسیر درمان رو امکان پذیر میکنه.